یعنی من الان وقتی این تور رو نگاه میکنم خب قلبم وای میسته. بعد یه پاکت سیگار خریدیم 100,000 تومان تو بهشت زهرا، 100,000 تومان. یه آب معدنی خریدیم 25,000 تومان. بابا پدرتون خوب، مادرتون خوب، ما هممون قراره این تو بخوابیم. چرا واقعا این کارا رو میکنید؟ یه ذره قلبتون رو سفید کنید. زشته به خدا، ریدم دهنتون، خاک تو سرتون، توف بروتون میاد. هممون قراره این تو بخوابیم. دیدی فوششون دادم؟ تازه بهشم گفتم آقا یه سیگار 60,000 تومانی رو بگو چند ما داد؟ 100 تومن. حالا 10 تومن اضافه نکن، 10 تومن بیشترش کرد. خب ولی نکنید انقدر پشت سر همدیگه حرف نزنید، انقدر زیرا به همدیگه رو نزنید، انقدر با همدیگه بد نباشید، با همدیگه خوب باشید. هممون قراره این تو بخوابیم. به قرآن من این تو رو نگاه کردم پشمام ریخته. تو پشمات نریخت؟ بعد بیا دیدی؟ اپلاسیون شد. نکنید، خجالت بکشید. واقعا براتون متاسفم به ما.